یک گروه نامعلوم شب 8 و 9 اپریل امسال از خانه نورالله مظفرов ساکن جماعت نوگیلم شهر اسفره بازور در مجموع بیش از $60,000 را به یغما بردند. در ریاست امور داخلی سوخت گفتند که تا حال در رابطه به این حادثه کسی بازداشت نشده است و پلیس طبق بند غارتگری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز کرده تفتیش آن را پیش میبرد. محسن یوسفов کارمند بخش مطبوعات این نهاد روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از طریق خبر شدن او و همسرش آشکارا با استفاده زورآوری مبلغ‌های پولی $150,000 سومانی، $10,500 آمریکایی و 2 میلیون روبل فدراسیون روسیه را تصرف نموده از این حادثه زدند. بعد این حادثه زن و شوهر نورالله مظفرov و مخبره مظفرova در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره بستری کرده شدند. مدیر شعبه آسیب شناسی این بیمارخانه روز سه‌شنبه 11 اپریل وضع صحتی آنها را میانه ارزیابی کرد. محب الله عبیداللهیف رئیس جماعت نوگیلم ناحیه اسفره روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت: نورالله مظفرov ساکن همین جماعت همچون صاحب کار ثبت نام شده در شهر اسفره کار میکرد، ولی او تا شدید شدن نظارت تبادل اسعار و منع ساکنان از این کار در تاجیکستان در محل زیستش به صرافی مشغول بود. ولی در خبری پلیس از نورالله مظفرov 45 ساله بیکار نام برده شده است. سالهای آخر چندین حادثه های پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. مقامات پلیس سال گذشته 2016 بعد 5 سال جستجو عامل قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف را بازداشت کردند.